بیشتر صحبت میکنیم روی همین موضوع با محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از آلمان با ما به برنامه پیوستند. خب آقای کبیری، دیدگاه شما در مورد این هشدار ابتدا چی است که جهادگرایان به امام علی رحمان هشدار داده که دولتش سقوط میدن؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما. ببینید، ما قبل از اینکه وارد موضوع شوم میخواستم دو موضوع را روشن کنیم. یکی این که ما معلومات زیاد از این حادثه ها نداریم، به خاطر آنکه حکومت تاجیکستان طبق معمول همیشه معلومات ها را پنهان می‌دارد و به رسانه ها کارشناسان معلومات ها را خیلی به تأخیر می‌دهد که این باعث سوء تفاهم ها و گاه اشتباه در قضاوت و بها دادن به این حادثه ها می‌شود. دیوم اینکه خود کارشناس شما هم اینجا گفت که این پرچمی که این دو نفر در پشت خود نگه می داشتن یک ترکیب از پرچم داعش و طالبان هست. این معنی آن را دارد که کسی نمیتواند با قاطعیت بگوید که این منسوب به کدام گروه هست، به انصارالله یا با بخش خراسانی داعش یا به گروه های دیگری که تازه دارن در صحنه پیدا میشن. چون شرایط کنونی تاجیکستان مجموع اون فاکتورها و عاملها به این حد است که ما تخمین میدیم، ما در پیمان ملی تاجیکستان، در نهضت اسلامی تاجیکستان و در مجموع کارشناسان تاجیک به این نظرند که این گونه گروه ها در آینده بیشتر خواهند شد، چون وضع اقتصادی، سیاسی و در مجموع شرایط منطقه شهروندان بخصوص جوانان تاجیک را وادار میکند که آقای کبیری، شما مشکل اساسی را در چی میبینین؟ چرا تاجیکستان در همچو وضعیت قرار گرفته؟ آقای امام علی رحمان مشکل است برای تاجیکستان؟ گروه های جهادگرا مشکل است؟ کدامش؟ ببینید، حکومت تاجیکستان قبل از همه امام علی رحمان تلاش میکند که مشکل را در افراطگرایی و رشد اندیشه های اسلامی ببیند، در صورتی که ملت تاجیک رنج میبرد پیش از همه از مشکلات اقتصادی، از کمبود آزادی ها، از تمام اون مجموعه مشکلات. پس شما مشکل را حکومت امام علی رحمان را میدانید؟ من در این شک ندارم. شما ببینید، یک حکومتی که بیشتر از 30 سال در حاکمیت است و فرزندان خود را آماده میکند برای گرفتن قدرت، تمام احزاب سیاسی با جمع سکولار و مذهبی معتدل را بسته کرد، رسانه ها، و اخیرا شما الان در همین شب روز در دادگاه های تاجیکستان مرافعه یک گروه از سابق وزیران، سابق رهبران دولت و کارشناسانی که کاملا سکولار هستند و هیچ ربطی به گروه های اسلامی ندارند، اونا ادامه دارد که اونا را متهم به افراطگرایی و تبادلات میکنند. شما گروه انصارالله را چی گونه یک گروه میدانند؟ ببینید، گروه انصارالله این کسانی هستند که از روند مصالحه تاجیکستان ناراحت بودند. اونها به این باور بودند که دیر یا زود امام علی رحمان طرف دیگر صلح یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را فریب خواهد کرد و آنها از اول نپیوستند به این مصالحه و امروز آنها خود را تا جای حق میدانند، چون به این نظرند که نهضت اسلامی تاجیکستان که راضی شد برای مصالحه با رحمان در نهایت آقای کبیری، اونا خودشون خود حق میدانند، ولی دیدگاه شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟ حق هستن یا باطل؟ نه، اینا یک گروه تندرو هستند که راه یگانه تغییر وضعیت در تاجیکستان را سلاح میدانند، در صورتی که اکثریت مبارزان تاجیک بر این نظر موافق نیستند. اما این نکته را هم باید بگم که آقای رحمان متاسفانه به دیگر نیروهای معتدل هیچ گزینه دیگر را باقی نگذاشت. حتی گروهای سکولار هم آماده هستند که دست به سلاح بگیرند. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. آقای محی الدین کبیری، رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان، وقتتان بخیر.